خود گذرانیش تمام میشد. شما دیدین یک انگوری ویلسه همیشه وای کرده. دربارش انگوری جاوز بود. جاوز بود. نیمش فکر مورد تشخیص گویی پوشیدگی tam ممکنه و موید خیلی گفتیشن که 17 روز به همین انگور بعد با موید مبادل میگردن. بله. انگور ببینی؟ بله. از این انگوری بالازد ممکن نباشه. نست. گفتم گویی درست. مثلا جناب اولی من هفته گذشته در بیت سودان پرسون شده که انگور جاوز. مقصد همین بود که همین نوهای بابوگی میگویم مثلا. بله. بابوگی محلی بابوگی. ولی تاریخی 300 سال بود این 300 سال ممکن 1000 سال. نه همینجا پرورش شده محترم عزیز. به نهایت انگور مالی نبین. بیشتر 300 سال بود بیشتر 400 سال باشد خصوصیتی خودش گم نمیکنه. نه خصوصی خودش گم نمیکنه. ما در دهها داشتیم انگوری دومین روباه میگفتم. انگوری تگابی. ولی انگور یک انگور هست در سوق چرس میگه همین جاوز بریم ولی شما من وایتون رو تماشا کردم که اسکندر پرسیده چیزی که جاوز از سیاهش هست یا نیست بله ممکن همین چرس هموی همین است و هم مویز میشود بهترین است انگور بر وقت‌تر تیار میشود نسبت به دیگر وقت یا در منطقه دیواشیش انگوری چلگی هست اگر چونون اگر پخته رسد تو مولتا چیزی ممکن گذاشتم کمتر یک دادر یک خوشش خورده نمیتونه از بنیاد خون میآید خنوکیش بنادر او را بیشتر به کسالی ها پیشنهاد میکنم بعضی نمودی کسالی ها کم کنی بود همون استعمال کن هر یک منطقه خاص که داشته یک انگور بی بیشتر این اضافه نمیشود صاحبی اینا نگاه بعد محترم عزیز دیده یک ویش بود 50 100 توک پیدا میشه خداشان اینش صاحبی گفتیا بله بعضی اکی اسکندر یک خاصیت حواسی آدم میورنده شما میگیری وقتی دیدن تازه میکنه دست کتی میداد با کروپاسش میشونه بیاد یک خاصیت خوبی همین انگور رزبو همین که از اولی سال میپزد تو آخری سال همیشه نیست در پنی درخت اینا تجربه های چندی سالی بود انگور محلیمون بهترین است اینا هم همین محله دا پرورش میکنن همین وید میشن محترم عزیز ولی با بیچار انگورها هستن که در منطقه کوهستان بالجوان خوالین این طرف وادی رشت نورآباد تو و هم دیدیم خروق در رفتن درخت ها درختی تو دومین دهبولی وای به بالجوان با هست تا صدیق خاطر من که سلیم زاده وای میکنم در سفیدو رو برام دیگه نه کارکر میکنیم نه خمتاک اون لذتی و انگوره بی جناب ولی دستور دادن که تمام همین نیال‌های بابوگی درختان برای نو از دست ندادن و ژنتیکی را نگاه داشتن همه را بیاریم در پایان کاربری کنیم در مرکز ذخیره ژنتیکی هست دیگه سیبای امانه سیب‌های بابوگی سیب‌های جنگلی داریم تک پیوند به اگر اون سیب یا انگورای جنگلی اگر تک پیوند استفاده بریم از پیش پیوند فقط یک کارم قلمچه بود آده چونان من راهش با زیاد کردن هزار رحمت به که اسکندر بود این قدر وای میکنم یک جای با اولیمون نشون دادیشم میشود از این سبز پیوند سیاه پیوند میگن حاضرم کرده ایستادن مردم رحمت اینا بینید چی کارو کردن ممکن است همین رحمت شما بود همین رزبو یک کم طرف خونی دیگه میگویم و بعد خوشی میریم سال 2008 بود جنابی اولی با در مجلس عمومی ناحیه رودکی بودیم با سلکتر تمام منطقه وقتی سخنرانی کردن در صحبتشون گفتن که مردم جماعتی راحتی انگوری جو شو نیست انا از همون وقت من سر کردم وقتی که جناب گفتن که باغکاری را بلند برداره از همون روز من انگوره سلامت باشه اکنون قوتم همه کرد نباشه جنابم من فکر تکلیف میکنم با اومده یک دانه انگوری مرا چشم امسال با آمادگی بینید تو من آب چند 13 سال باز آب نبودن گفتن که کانال ها وای بود من امسال بار اول آب وایم اومد اکنون من بعد زمین بینی یک حالا کار دیگه چی باخیر در این زمین ها غالبا در این زمین ها دوسیه حاصل گرفتن بود به نظر میگیریم این وطن انگوری را و جوزات انگور بزرگ بنیاد کردن در کار
من حاجی نعمت حاجی وای آخه در وای حاجی کمال میدونم. از یک گکتر 100 تن انگور گرفته شدن. هم صحبت ما بسیار هم صحبت تام. شدیم خاطر اون کسو. خود منم پرسیدم که این در وی چایلابی بهتر است یا در روی زمین گفتن که در چایلابی بهتر است تا 7 مرتبه اوسینوکی زیاد میشه. تا شما میدونید شما دهقان هستید. تجربه محترم وزیر همین کس چولو یگانه همین کس کرده. ما هفته گذشته در شهر تاشکند بودیم یک چهاربینی بین خلقی فاو برگزار کردم. در اونجا یک ناحیه است ناحیه پارکند میگن این ولایت تاشکند نگاه میکنن همونجا ما یک چند از 22 دولت وزیرا اشتراک کردن رفتیم در اونجا انگور پرورش انگور با پارکند دهه‌ای با زرکند بودن در همونجا انگور در تل و تپا کردگان طریقی و شپاله نمیگن خیلی وای کردگی همین خیلی انگور کی وقتی که پرسیدیم یکم او سوال دادن که ما گفتن انگوری که در شما پرورش می‌یابد در ناحیه در شهر ترسوزاده اما حاجی ها را منبر کردن خیلی سری آدم آسمان رو میرسن و گفتن ما یک گکتر 30 سنیر حاصل میگیریم 30 تن 300 سنیر خیلی دهقانای ما تا 100 تن گرفته شدن حاجی کمال حاجی اما زرکن اما با محلی تاجیک‌نشین بود اصلا اونجا همه او همین خیلی انگورهای خوب دارن برای همکاری کردن در کار بسیارتر کردن مردم آفید دستورخوان مردم با باید تامین کردن یعنی نوها رو کمتر فراموش کردیم البته نوهای قدیمه نسبت به نوهای حاضر حاصلاتش پستر است لکه باید هم کار کردن ممکنه یا اون انگوری بدونی خودم ها بدونی هم سیاه داریم هم سفید داریم از بسیار من وای کرده ایستادن معرفی کرده ایستادن پیشنهاد کردن انگوری اواتار انگوری ویلس خیلی نمودهاش بسیار است خیلی همه سرحد شده است از دیگر جا خوبش بسیار آوردن دکن خوبش انتخاب کردن دکن اساس تامین امنیت عضو فواری است نویز من خود با چند طرزش نشون میدیتم هزار رحمت مردم بینده بود که ما آبی خنکشو بار اول شدم که در آبی خنک تیار کردن می‌بینم چه طرز مریض نیست آبی گرم جوشانده اشغال کردن و کردن هست من این نوترینش این سلامت باشید ما برای لبای ماهی بابا جان غفور رو همونجا انگور هست انگوری چرا است خود کمتر مهلتش گذشت لیکن حالا بعد انگوری اوباگ میگن یک نمودی مسکات دیگه اوباگ انگوری اوباگ وینی هست انگوری چرا است این انگوری سیاه دیگه ناوی محلی است سیاه محلی این سیاه محلی همینجا این از این چنین تر است این تویفیومون هم همین تریتوری همین همش انگوری 2 میلیون با تا 14 کیلوشو من خودم برکشیدگم 70 سانتی 70 سانتی متر او وقت چویلوبا خودش پستر بود خیلی در خواجگی بود خیلی ما بعد از درس رفته پوبیل میکردیم وقتی چی میکردیم 2 میلیون با من خیلی انا محترم وزیر اینش تویفی منطقه من این انگوری جوزی در زمین پرورش افتگیش در دهی پوشینگ نوحی دنگرال جنوب ولی بسیار وقت قید میکنن وقتی اینستروکتور بودنشون میگن که یک خوشه انگور تا 14 تا 17 تا 18 کیلوشو ما برکشیدیم بستیم پرسیز ها همین خیر ساوخوز بستیم پرسیز да در دهی پوشینگ باز همونم انگور و زمینی پرورشی زمینی و در زمینی لالمی آب نبود وقتا های تغییریابی اقلیم هم من این بوده جوزی لالمیه که اومان اوب ایجا اوبی این بولو جوز وای اوبی این لالمیه که در زمین پرورش نمی جویاک داده این شیرین تره لالمی خیلی به کلکرد ویم گذراندگی نه نه یا اجاتی علمی یگون کلکر نه وای این کس کرده خونتوک دا وای سر دا اسمت چیش پرشاگ میگه 80% وقتی اولتینگی 80% کی کلکر کرده این کلکر گذراندگی نه حالا که نگاه کنم تاثیر کمتر اثری آورده بله همین هدف هم همین برگزاری سمینار محترم وزیر همین که همین دهقانو دعوت شدگان رئیسای خواجگی دهقانی همین هم مثال بینن فهمن که این پرورش نگاه و بینش تکنولوژی داره این سالی گذشته همینجا بوده این کس آورده این شیرینی همین انگوری جاوز انگوری جاوز یعنی کشمیشی افتوبی اورینا کشمیشی افتوبی این من در یگون جا زندگی نمی‌کنم فقط خودش داره اجت اکولوژی توضیحات یگون استفاده بودی نیستن شو یعنی هم یگون شو استفاده همین تو خودش میدیشه افتوبی میدیشه من او ابور اول شدیدم که گفتن که انبور خطی یک بار هم تو همین 100 متری خودش در خودش میدیشه